هر روزه از شهر خوجند به جمهوری ازبکستان شهر تاشکند سفر می‌نمایند. مسافران از این افتتاح خط سیر نو خیلی خرسند هستند و ما حرکت می‌نماییم که و مسافران خدمتی عالی درجه کنیم. این صبح اتوبوس های شرکت جمعیتی سهامی پوشیده هلدینگ آسیا گروه تاجیکستان و شهرهای نووسیبیرسک و سورگوت رهسپار شد. همچنین ساعت 12 نصف روزی با طلبات میزاجان خط سیر دیگر به شهر تاشکند جمهوری ازبکستان سفر نمود. شرکت آسیا اکسپرس در شهر خوجند فیلیال ترمینال دوشنبه را افتتاح نمود. شرکت مذکور زیاده از 30 عدد اتوبوس های زمانوی را وارد کرد. در جمعیت دارای مسئولیتش محدود ساربان فیلیال جمعیتی سهامی پوشیده هلدینگ آسیا گروه تاجیکستان گشوده شد. 7 خط سیر یعنی 7 خط سیر بین المللی، 3 تا خط سیر منتظم و 4 عدد 4 خط سیر نامنتظم داریم که از شهر خوجند به شهرهای تیومن، یکاترینبورگ، مسکو، سنت پترزبورگ، نووسیبیرسک، کراسنایارسک حرکت می‌نمایند. امروز ما علاقه روزی اول است که مسافران شهر خوجند و جمهوری تاجیکستان را به شهرهای تیومن و یکاترینبورگ فدراسیای روسیه گسیل می‌نماییم. به غیر از خط سیرهای وطنی، شرکت‌های آسیا اکسپرس به واسطه با راهبری وزارت نقلیات در 5 خط سیر جمهوری ازبکستان، 4 خط سیر جمهوری قزاقستان و 3 خط سیر منتظم فدراسیای روسیه، 3 خط سیر نامنتظم فدراسیای روسیه خدمت رسانی نقلیاتی را به راه مانده است. شرکت جمعیتی سهامی پوشیده هلدینگ آسیا گروه تاجیکستان برای مسافران اتوبوس‌های نو و زمانوی با شرایط‌های مساعد فراهم آورده است. هر روز از شهر خوجند و جمهوری ازبکستان یعنی شهر تاشکند هر روز ساعت 8:00 حرکت می‌نماید اتوبوس‌های شرکت آسیا اکسپرس. از جمهوری تاشکند باشد، از شهر تاشکند باشد ساعت‌های 12 بعد سمت تاشکند خوجند اتوبوس‌ها حرکت می‌نمایند. شرکت مذکور زیاده از 70 عدد اتوبوس‌های زمانوی دارد که مسافران طریق خط سیرهای آسیا اکسپرس و شهرهای الماتا، شیمکند منتظم و شهرهای نووسیبیرسک، تیومن، یکاترینبورگ فدراسیای روسیه نامنتظم به سورگوت و مسکو سفر کرده می‌توانند. گشوده شوی سرحدها بین تاجیکستان و ازبکستان برای رفت و آمد شهروندان دو کشور مانع‌ها را از بین برد. این بود که از جانب اتوبوس‌های جمعیتی سهامی پوشیده هلدینگ آسیای گروه تاجیکستان سمت کاری خود را وسیع نمود. از جمله آن در شهرهای خوجند گشوده شوی فیلیال آسیا اکسپرس میباشد. ما شده بودیم که تا امروز من خط سیر بین المللی خوجند تاشکند خوجند بود فعالیت میکرد، دستگیری کردیم، با تنظیم داریم. آیندهش به ریاست خدمات دولتی همه وقت برای باز هم به تنظیم در آوردن تیار است که مساعدت نماید. ناوگانی که در خط سیرهای آسیا اکسپرس وارد شده است، خزینه‌های علاهیده فروشی چیپته، حجره مادر و کودک، نقطه طبی و تالار انتظاری می باشد. همچنین در داخل اتوبوس‌ها برای رانندگان و مسافران شرایط‌های خوب و زمانوی فراهم آورده شده است. هدف مهم استراتژی که سردار دولت ما پیشوای محظم کشور در نزد مردم ما گذاشته بود رهایی از بنبست کمونیکاسیونی با برگزاری چنین ترمینال ها، چنین خط سیرهای بین المللی میبینیم که عملی شده است. با آغاز فعالیت فیلیال شرکت جمعیتی سهامی پوشیده هلدینگ آسیا گروه تاجیکستان در ولایت سوخت 50 نفر راننده و کارمندان مسئول خدمت رسانی با جای کاری دائمی تأمین گردیدند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی و صاحبکاران وطنی امکانات‌های وسیع را فراهم آورده است. این اقدام نوبتی در ساحه مسافرکشانی سهمی ارزنده را خواهد گذاشت. گزارش سومن حامد و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.